ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. جایز نیست فروختن بنده مسلمان، غلام مسلمان بر کافر. شما غلام فروش هستید، غلام شما مسلمان است، حق ندارد که یک کافر آمده اگر همین غلام شما رو خریداری کند فروشید. برای چی؟ برای آنکه مصنف گفتن که لما فی ذلك من الصغار و اذلال المسلم للکافر. برای چی؟ برای آنکه در این کار خواری و ذلت مسلمان در دست کافر میشد. شما غلام مسلمان را به شخص کافر میفروشید، بر بالای او کافر دیگر حکمران است و شاید او را خوار کند و ذلیل کند. اما مسلمان ها احکام شریعت را، آداب و رفتار و حق غلام را میداند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اخوانکم خولکم گفت جعلهم الله تحت ایدیکم. غلام ها برادران شما است. الله تعالی آنها را زیر دست شما گردانیده است. پس کسی که برادرش در زیر دستش باشد به او یاری دهد. کاری وزنین، کاری که طاقتش نمیبردارد نفرماید، اگر رفت و فرماید یاری دهد. لباسی که به خود میپوشید به آنها هم پوشانید، طعامی که خودتان میخورید به آنها هم خورانید گفتم. لیکن این چیز را کافرها رعایت نمیکنند. علل خصوص اگر داند که مسلمان است شاید بیشتر و بسیارتر عذاب دهد. بنابراین فروختن غلام مسلمان بر شخص کافر اجازت نیست مگر در یک حالت، اذا لم یعتق علیه گفتن، مادامی که در دستش آزاد نمیشده باشد. یعنی یک آدم اومده غلام شما رو میخرد، میگوید تو کافر هستی، برای چی میخری این غلام رو؟ میگوید که آخر این عمک من است، یا این پدری من است، یا این فرزندی من است که با تقدیر به غلامی افتاده است. تو از دیگر کشور، تو از بازارها خریده آمدی. مثلا من میخوام این فرزندم را یا برادرم را یا این نزدیکم را خرم و آزاد کنم. او به دینش کاردار نیست، مقصدش خویشاوندی هست، میخواد گیرد یا دوستی دارد بینشان، با مقصد آزاد کردن باشد، فروختنش اجازت است. ببینید مصنف سخن علامه ابن القیم را آوردن که نیتها در عقدها تاثیر میرساند. اگر مقصد خریدار آزاد کردن باشد، فروختن در این حالت اجازت است. یا شرط میماند فروشنده، به شرطی که من این غلام را به تو به آن شرط میفروشم که اگر آزاد کردنی باشی. خب این یک نوعی خرید و فروشی که حرام است. برای چی؟ وقد قال الله تعالی ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله تعالی گفت که الله سبحانه و تعالی برای کافرها بر بالای مسلمانها امکانیت نداده است. یعنی که باید مسلمان در زیر کافر خوار و ذلیل نماند. و قال النبی صلی الله علیه و سلم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام عالی می شود ولا یعلا، چیزی بر بالای او نمی براید. بنابراین زنهای مسلمان حق ندارند که به غیر مسلمان به دیگر کس خانه‌دار شوند، نه به نصرانی، نه به یهودی، نه به اتئیست، نه به بت پرست و دیگر مشرکای و کافرها. زن مسلمان هیچگاه به غیر از مسلمان به دیگر کس باید شوهر نکند. اما مرد مسلمان میتواند یهودی، نصرانی و مسلمان را خانه‌دار شود، چون که در اینجا ذلت اسلام نیست، چون که مرد بر بالای زن حکمران است. الله تعالی مرد را بر بالای زن فضل داده است. در این حالت اسلام خوار نمی شود. لیکن وقتی که زن مسلمان در زیر یک کافر قرار می گیرد، در این حالت اسلام و مسلمان خوار می شود.